به نظرتون 30 تا آیرن گالم قوی تره یا 5 تا واردن؟ بریم که ببینیم. آقا بسم الله دعوا شروع شد. ببینیم چی میشه. خب 3 آیرن گالم به 1 واردن حمله میکنن. ولی واردن بهشون تجاوز میکنه. آقا بریم آخر ببینیم چی میشه. و بله 3 آیرن گالم موفق بکشن 4 واردن میشن، ولی در آخر واردن برنده میشه. چنل رو ساب کن تا بیشتر از این چرت و پرتا ببینی.